حالتون چطوره؟ اومدیم با ویدیوی جدید. البته فکر نکنم هر دفعه لازم باشه اینو بگم. ما قرار بود روزی یکی دوتا ویدیو بذاریم، ولی دیگه الان نمیشه دیگه. من وقت یکم نمی کنم، واسه همین نمیشه. ببخشید اگه بعضی وقتا هم سرفه میکنم، یکم مریض احوالم. بچه ها لایک کنید، سابسکرایب هم بزنید، زنگوله رو فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتم بیاید ببینید. خب راستی اونایی که ویدیو ها رو میبینن اگه کانالی چیزی دارن تو کامنت ها بگن، تو ویدیوهای بعدی از اونها هم استقبال کنیم. بالاخره همکاریم دیگه. یکی با ما حمله کرده. چی بوده حالا؟ حفظ کنم یه کمی لولش کنم. بریم مپش رو ببینیم. این قرمزه که میزنه واسه چی؟ اگه شما میدونید کامنت ها به من بگید. این 12 ساعت دیگه درست بگه و دیر آماده میشید. ببخشید دیگه بچه هایی کم بد سرفه میکنن. درابونمون رو باید خیلی لولش ببریم بالا. آست آزاد داریم. خب ست آزاد داریم بریم بالا. خب اینا رو الان نمیتونیم. نه نمیتونم. آجونم لالا چرا دارم چرت و پرت میگم. خب بیا اینجا. این لولش 8، اینو کنیم 6. خب چرت و پرت منظور. خب درست بچه هایی که هم سرفه هم خیلی دیگه زیادیه. همینا که کاری نداره. اینو باریم اینو زرافی اینو بسته اینو به عنوان انگار بجای سپر عمل نکرده. عمل کرده. خب تمام عشق دارم بچه ها میتد که یکی از چیزها که میتونه حال منو یکم بیشتر خوب کنه لایک شما بچه ها. داریم ما هم زحمت میکشیم دیگه. لایک کنیم. زحمت های بچه های شما خودم کشیدم. اصل کاری رو دادم. خب بچه ها داریم ای کسی هم میدونی که زیر لبل همایی کمی برم بچه ها تو ویدیو قبلی شاید گفته باشم، شاید هم نتون یه ویدیو گرفتم برگزاری نشد. میخواستم کانال های دیگه رو براتون معرفی کنم.
اکثر اونایی میگن که اکثرا دارنشون. یکی مثلا نیما تکیدو خیلی ویدیو خوبی میذاره، حتما بریم ببینین، مطمئنم ولی خیلی هاتون میشناسین. یکی دیگه نمیدونم چی رو بگم، مثلا خلاصه نمیدونم واقعا هیچکی مد نظرم نیست. نیما تکیدو رسول آره دیگه رسول من رسول بود رسول درست دارم میگم نمیدونم یادم رفتم. کامتالان بعد دیگه ارزم به حضورتان که اینا بودن اکثریه. بازم حالا تو ویدیو جدید من دقت میکنم بهتون میگم فرستارمی خب اینا رو فلان برید من تو ویدیو جدید بالاخره اینا گرم معرفی از تکر اینجا خسته شدم من یه جوریه. اینجا 4 تا سازنده مونم کار گرفتیم. اینا که همونان چه فرقی کرد. یادم برای روزی نشون نده. مثلا از ویدیو قبلی که چند هفته پیش بود فکر کنم خیلی گذشته ولی من هنوز تانحال نوهم. بله چون من از اینا میخوام ولی دارم جمع میکنم بعدی هم بگیرم. 4 تا رو تا الان گرفتم. یه 5 تا دیگه اضافه شد. ماماسیتا بچه من 5 تا خوبه. 5 تا کمه. Mamma coccella questa c'è luce. Koe la langa. Ardemizam dira کنه elektrik نری. راجم برقی متانم میارم. راجم برقی. باشی بیا اینجا کن. اینو فعلا ما رو تعویض کنیم. اون لول 1 از اینا هیچکی نداره. داداش خب یه چیزی می آوردی من بتونم انجام بدم. لعنت بهت. هیچ کدوم از اینا رو من ندارم. کار کنیم. هیچی دیگه باید همینجوری با مالیم. این نمیدونم چی رو شروع کنم. یه 3 تا خونه باید خراب کنیم. بچه شما تو کامنت ها بگین خونه خودم یا خونه ای که مثلا خراب میکنم و میگه کدومو میگه
اینشو بدم اینشو بدم اینشو بدم. یکی اینجا، یکی خوابه یا اون یکی هنوز نداریم. اون یکی من هنوز ندارم. خب بچه های گلی سر زمین این اندازه رو نگاه. چه خبره؟ من یه جنگه سرجان. سر جنگی هم نزدیک نمیده. اینا باید این ناخه نناخه زنگه. خدا یکم بد رفتم. دراغونامونم مردن. زدن که میزنن. اگه منم یه دونه زدن که میزنن. فقط من موندم ببینم خوب میزنن یا بد میزنن. زدن دیگه من میگم میزنم. این تا پسانم مونده. اینه که اینجا مرد زده خلجه یوزه. خب تمام بردیم. بله داداشیان. هیچی ندار. خب خونه کیو من خراب کنم الان؟ خاک تو سر. هیچ کدوم رو اینو چه؟ اینو بوم میریشیم نه. آی دارم میمیرم. ندونه نمیتونه ندونه. نمیخوام. خوابم میخوام. من باید اینو دارم بدم. چیز دیگه ندارم بدم. تمام. این چیزیه خداش یکم زیادیه واسه نگلتون هست. خب بچه ها بریم یکم مد شدم بازی کنیم.
اینو که هنوز رو به تو نشون دادم دیگه. اومد. نه نیومد بچه ها، هنگ کرد. یا اومد. خب بزنیم اینجا. بچه ها من چون یکم صدام ضعیفه میدونین چرا؟ یکم صدام گرفته. اینو باز باید به روز رسانی کنم. آخه چرا چه به روز رسانی مرد مومن؟ آخه بگو تا که مد شده ای به روز رسانی چیه باز؟ ای خدا چی کار کنه؟ این عکسش باز تغییر کرد. من از قبرم بیارم انقدر اسکل. کجا بود اونایی که باید به روز رسانی؟ اینجا بود. اونایی که باید به روز رسانی میکردم اینجا بودن. اسم من اینش عکسش باله. من میگم باید به روز رسانی کنیم. بچه ها اگه میخوایم به روز رسانی کنم تو کامنت ها بگیم. چون ما هنوز اونقدر نشدیم که بخوایم مثلا بگیم چند تا لایک شد. تو کامنت ها بگیم. اگه بیشتر از 3 نفر گفتن به روز رسانی میکنیم اونم بریم. آها این مخاطر فیلتر شکنه. هی میگه 10 بار امتحان کنیم، 2 بار امتحان کنیم. فیلتر شکن خاموش شد. نه غلط کردم. چه بد کردم. خب حالا بیا. بچه ها دیگه فرفان زیاده دیگه. چرا شکمم قارق بور میکنه. این هم مد شده یه ده. چی خبر ها بچه های؟ چی خبر ها؟ خوش خبر ها؟ چی خبر؟ خب حمله به اینجا حمله کنیم. داداش چته؟ بچه اینا یک احمدی ضعیف است. ما نمیترسیم اونا قویه. اونا یکم ضعیفن گناه دار. بچه یه سوال دارم. شما بگید چجوری اینا رو چند تا میکنه؟ من تو کامنت ها بگین چجوری اینا رو چند تا میکنه. اگه بشه این کار رو روی وسایل دیگه ای هم مثل اینا کرد که دیگه که قشنگ فاتش خونده. مشکل نداره اون بذار بمیره. برو برس دیگه. کجا هستم؟ لازم مردم بابا. این چند باباش منطورت نیست. دارم براکم بره یا خونه یه دیگر میاره.
درن 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 درن. بچه به نظر این ترکیب خوبه. شما هم برین حتما بزنید. فقط اینا رو من باید زدن جن زدن تو تملم اتک. اینا هم خیلی خوبن واسه اتک. حواستون باش. اینا بدون ویچ سوپر ویچ منظور 15 تا مونده. 15 تا مونده. خب 15 تا که مونده 15 تا مونده که مونده. خب با 15 تا میتونیم چیاره بیاریم. اینا رو میتونیم بیاریم. جالبه 5 تا هست. خب به نظرم با سرنگون کنیم. خب حالا این ترکیبه. این چه ترکیبی چه بگردیم. این دیگه چه ترکیبی چه باسمی. این که ترکیب خودم الان ترکیب اصلی میشه. الان این میشه ترکیب اصلیم. خب حالا میخوام اینجا بیام اینا رو ضد باکس کنم یه ترکیب جدید بزنم. خب بچه های گل میخوایم یه ترکیب جدید بزنیم. خیلی سم این بلبل اینا رو میشناسم بابا. میخوایم بریم کل چیزا رو امتحان کنیم. یا اول فقط 4 تا 25 تا از اینا سوپر ارا هم بود. 4 تا داره. 1 2 3 تا اینجا. بریم ساقی. یه دونه هیل کننده عالی. اینا خیلی بالنه. باین یه دیگه بریم. 2 تا هنوز مونده. اینا قوی میشن توی زمان خودش به درد بخوره. بتونی درست باشه این بالی میده. تو خورد شدن این یخهای ریز میده. حالا صورتشون زیاده. گفتم همه رو از اینا میده. بچه من دارم فکر میکنم واسه بچه ها 5 تا 25 تا 250 تا 250. خب
برگشت بخونم. حالا من یه نقشه ای دارم بچه های گل. نه بسا آن خره کن اینجا قیافه ده نگاه. خب بچه ها بیاین از اول با همه اتک تالی بزنیم. جالب میشه. نظر از این ور بزنیم خیلی نفهم. یعنی اینو بزنیم از این ور بزنیم. اینو نزنیم. شد بردیم. تمام. یه دونه اسکول بیاد. به نظرم اومد به درد میخورا ولی نه اومد جالب نیست. یا حس بکنم ترکیبشون با چیه ترکیبشون با پگا خوب میشه. چند تا پگا داشته باشید جلو بندازی دربا بخورم به اینا به پگا بعد اینا بیان بزنم. به نظرم چیزی میاله میشه. ولی خلاصه اومد بکنم باشید. اینو ببینیم تو بزن که بریم. لای وفا من لای بچه ها ببخشیدن دیوانه بار بچه ها که بابا اسکل دیز 2 ساله نفتن. این ور بزن این ور بزن این ور بزنیم این ور بزنیم این ور بزنیم. زیاد زر نشد. اوکی بیان نریم اینجا آقا باید میکنم. این هم جالبه. من قبلا فکر نمی‌کردم اونقدر بال باشه ولی جالبه. بعدش میگم میزنه مپو جمع میکنه. خودش مپو جمع میکنه. بخوایم مپ جمع کنیم بخوایم اینا خیلی خوبن ولی نه اونقدر. مثلا بخوایم اون گوشه موشه ها چیز جمع کنه. آره اونقدر بلد نیست ولی نه خوشم نیومد از اینه. بچه زمان ویدیو چقدر شد؟ تایمش 28 دقیقه شد. ها بچه ها یه 4 تا دیگر هم تست. آره دیگه یه 4 تا دیگر هم تست کنیم بعدم میریم تست کنیم. من اینا میگم نه بچه اینا کلا واسه اتک کلی خوب نیست. اینا واسه اینه که دورش جمع کنن. اینو حساب نمی‌کنیم دیگه. بریم یه چند تا دیگه رو بزنیم. اینو من میشه بکنم داداش چجوری کلا با این اتک بزنم. داره میگم فلیپوش داره چجوری الان من با این اتک بزنم. اینم بچه حساب نمیشه. بریم
اینه فکر کنم خیلی زده بدی در بیاد خب وکیله، چون دیدم تعریفا که ازش بکنن و میگن بده کینی گنده بدی نه همین باشه تا برن اینو بزن بابا بریم اینو بزنیم اینو ول کنیم تمام این ور ریج نه این ور هنوز ریج به در کنه بابا همینو بزنین دیگه مردی سکولا نه اینا نمونم بزنن شما نزنن خاک تو سرتون خوب بود قابل پسم بود ولی نه اومد ولی نه با این هم نمیزنیم این دوتا نگاه اینا رو هم بزنیم بعد ویدیو تموم میشه دیگه اصلا ولی فکر کنم زمانش زیاد شد شما با بزرگی خودتون ببرید اینا خیلی واقعا خوبه باورم نمیشه اینا خوب باشه خدا وکیلی باورم نمیشه اما بچه باورتون میشه خیلی خوبه این چون کامل نمیکنم چون نمیخوام زیاد وقت ویدیو زیاد شه خب سریع که حافظه منم پر نشه این 30 تا میشه اگه ما این از این کنیم خوبه دو تا کلاه اینو زدیم زدیم تمام جمع میکنن ولی نه میشم اونقدر نه تمام نمیشه میخوام برم تو یوتیوب سرچ بزنم این من نمیفهمم این یعنی چی الان باورم خب نمیشه اصلا همونی که این داره میزنه
اما بعد یه مدت زیاد شد. سری بزنیم. اینقدر واقعا تاثیرگذار نبود. اینا اینقدر اینجوریه. چرا واقعا جلو اینا اینقدر اینجوریه؟ خوب بزنین. بازی دید بابا اسکله 2 ساله. اونا بزن. نفهم.